کسی صاحب قلب سلیم شده نمیتونه که او قلب نشناسه ابتدا، نفهمه این قلب چی کارهایی های شکل میگیره، کدام عوامل کدام عناصر است که قلب طرف مهلکات میکشونه. مثلا آدم نمیخواد تشویش کنه، آدم نمیخواد بد بکنه، آدم نمیخواد کین و حسادت داشته باشه، ولی ایجاد میشه. گرفتین؟ یک نفر مثلا میبینی که یکی خوار آدم باشه، یادر آدم باشه، و دختر خالی آدم باشه، دختر خمای آدم، فرق نمیکنه، هر کسی که باشه، مثلا آدم خوشش میاد که مطرح شود قوم، مطرح شود جامعه، از درایتش، از فهمش. این همین معشوقی آدم است، همین مطرح شدن. تو مطرح نمیشی، یک نفر دیگر میبینی مطرح شد، کسی که در کنارت است و تو خود از او که برتر احساس میکنی. لذا وقتی که آدم میبینه معشوقیش چیزی را که زیاد خوش داشت پیش یک کسی دیگه است، با او کین میورزه، با او حسادت میورزه، که از او خوشش نمیاد گپ بزنه، غیر مستقیم تخریبش میکنه در جایی. گرفتین؟ پس یک مرض قلبی است، خود به خود ایجاد میشه. کسی را مثلا آدم از خودش که خوبشتر میبینه حسادت کردش میکنه، مثل قلب مرض داشته باشه، کین کردش میکنه، تخریبش میکنه در هر جایی. پس این مسئله حسادت ها، مسئله کین، مسئله سیالداری های به جای، مسئله انانیت که هیچ کس خورد و چارک و پو نیست، کلگی سیر و تن است. گرفتین؟ خوردشان که میبینی مثلا که جنگ بکنی دست کل قومت میگه خلاص، یعنی مثلا دموجه چپیشان کردی، لطشان کردی، بازم میگه دست کل قومت خلاص. گرفتین؟ یعنی کل قومت هم بری چکار کرده، در حالی که مثلا میبینی که خودش هیچ مطلق است. پس خودخواهی انسان ها چی خرد باشه چی کلان باشه، اگر رشد کرده وجودشان، این خودخواهی ها از کجا نشأت میگیره، از کجا سرچشمه میگیره، ریشه‌اش در کجاست؟ در قلب هاست. پس قلبی که پاک باشه، صاف باشه، تعصب نداره. این مسئله تعصب چقدر خطرناک است. خدای ناخواسته کسایی اگر ما شما در فامیلا داشته باشین کم تعصب و مثلا عرب و عجم و فارسی و پشتو و گپورا داشته باشه، شما ببینین یکیش به اصطلاح پشتون گفته جان میده، کلگی را نفی میکنه، دیگهش تاجک و خراسان گفته جان میده، کلگی را نفی میکنه. و خیلی سخت است که تو را دعوت بکنی به خاطر خدا بگی تعصب خدا بکش. او هر چی دید داره فکر میکنه کل بدبختی ها به خاطر یک قوم یک نفر باشه.